این که عکس شما نیست. عکس خودمه. ببین پولیپ عمل کردم. ببینم همچی قرینم در نیورده. ترمیم خواستی دکتر خوب آشنا دارم. تو رو خدا باور کن. ببین شما اصلا اسکلت صورتتون با این عکس فرق داره. آخه بعد کلی پولیپم پخش شده بود تو صورت. من نمیتونم پولیپ میگم آخه مگه پولیپ پخش میشه مگه؟ شما اثر انگوشتون بذارید اینجا، من حداقل یه مطابقت بدم ببینم. اجازه بدید. توف نما بزنیم. خوش کن چون توف زدین؟ توف یه بار خوش کنید دوباره بزنید. دوباره بذارید. خب اثر انگوشتون هم نمیخوره به این. با نداره. میدونی انگشتم هم پولیپ داشت عمل کرد. آقا این الان شما این